سلام بچه‌ها، چطورید؟ دارم که حالتون خیلی خوب باشه. اگه من آروم صحبت میکنم چند وقت دارم ویدیو ادیت میکنم، دیر وقته و تقریبا همه خوابن، به خاطر هم. خب بچه‌ها، امروز قراره تو ویدیو چیکار کنیم؟ قراره تو این ویدیو بریم و با هم یه روز کامل من رو با هم بریم، یعنی ولاگ روزم. پس اگه این دوست داشتن ویدیو رو لایک کنید، نظر تو کامنت بگین، سابسکرایب و فالو هم دیگه یادتون نره. اینستاگرامم بالا واسهتون میاد، بزنید بریم سراغ این ویدیو. Let's go. خب بچه اول کاری که من کردم وقتی از خواب پا شدم که رفتم سری لپتاپم آوردم، نتم وصل کردم و شروع کردم با کارت کردن نت، چون من اینترنت نامحدود داشتم و اینترنت نامحدود منم از 1 شب تا 11 صبح بود و تا 11 صبح هنوز تمام نشده بود. رفتم ازش استفاده کردم و یه برنامه ریختم که در ادامه بهش میپردازیم چه برنامه‌ای بود. خب بعد از اون کار رفتم گیتار آوردم، یه ذره واسه گیتار زدم که به قول معروف اول تا با روحیه پاشیم و به اون آرامش درونی به قول معروف برسیم. خب بعد از اینکه گیتار زدم رفتم واسه کل روزم برنامه‌ریزی کردم و اون کارا که باید انجام بدم تو اون روز رو لیست کردم و تو این لیسته میبینید که چه کارهایی بود. بعد از که این کار کردم رفتم صبحونه خوردم و وقتی اذان گفت نمازم خوندم و دیدم هوا خیلی خوبه و گفتم برم بالا پشت اون ببینم چه خبره. رفتم بالا پشت اون، دیدم واقعا ظل آفتابه و آفتاب مستقیم تو کلت میخوره بالا پشت اون، با اینکه هوا خیلی خوب بود و با چیز بود، باد بود. باد اونقدر خنک نبود اما بالاخره یه بادی بود. باد و بودی بودش. بله. آره دیگه. خب بعد الان داشتم تو ویدیو میگرفتم واقعا کلاغه های سر صدا میکردن، واقعا این کلاغه بالا سر میرفته بودن هی قارقار میکردن. بعد از اونم دیگه دیدم آفتابه، اومدم تو اتاق خودم، بالا پشتم در بالا پشتم رو باز گذاشتم که هوا بیاد تو اتاقم و اتاقم خنک بشه و بعدش نشستم سراغ کارم این بودش که نشستم پشت سیستم و قطعاتی که از دیجیکال سفارش شده اومده بود به دستم و اونجا که گفتم یه برنامه دانلود کردم، اون همون برنامه بود. این برنامه واسه کلاس رباتیک هم بود، واسه برنامه‌نویسی قطعات، برنامه‌نویسی ربات و این چیزا بودش. اسم برنامه آردوینو بود و سریع اونو که خب پاش دادم تا اینترنتم تمام نشد اونو دانلود کردم و نشستم پای سیستم سراغ برنامه‌نویسی و کار و این چیزا. بعد که نشستم کارو انجام بدم، برد و بس کردم به لپتاپ و اینا، هی به مشکل برمیخوردم و هی سعی تلاش کردم تا اونو درستش کنم. در حین اون که داشتم سعی تلاش خودمو میکردم که این کارو درستش کنم، یهو دوستم زنگ زد و گفتش که بیا بیرون. منم با کلی ذوق و شوق عجله سریع پریدم بیرون و اینجا دیدمش و با هم این حرکت خفن خودمون که سلام بوده اونو دادیم و ذره اسکل واتی در آوردیم. چطوری؟ چه خبره؟ چیکار می‌کنی؟ آره. خب بعد از اونم خداحافظی کردیم، اومدیم خونه و من نشستم سراغ ادامه کارم. و وقتی این دفعه وقتی که برد و بس کردم به کامنتش شروع کردم واسه برنامه‌نویسی اینا، دیدم این دفعه واقعا عمل کرد و بالاخره شد و اینجا ذوق و شوقم و واقعا رقصم به خاطر همون بود که شدش، اونجا هی به مشکل برمیخوردم. و اینجا این بودش که فعلا این برنامه‌نویسی کوچولی که بود این بودش که چراغ و این LED رو نورش رو کم و زیاد میشد و یعنی می‌تونستی درصدش رو خودت تعیین کنی که چند بار خاموش روشن میشه و حالت چشمک زن درات مقدار چقدر باشه و اینجور چیزا. خب بعد از که کارم با قطعات و اینا تمام شد، کار رباتیکم خیلی گرسنم شد، رفتم سریع غذا آوردم و یه فیلم کوبوندم تو مانیتور رو نشستم فیلم دیدم و غذا خوردم و از اونجا که من عادت دارم وقتی غذا میخورم باید حتما فیلمم ببینم، اونطوری اصلا بهم نمیچسبه اون غذایی که میخورم. خب بعد از که غذا میخوردم نشستم چیکار کردم، یادم افتاد که امروز جمعه است و فردا شنبه است.
با کلی درس و مشق و تکلیف داشتم. نشستم درسام خوندم و مشقام نوشتم و تکلیفام حل کردم. بعد از اونم لباس مدرسه‌ام که شسته بودم اومدم تا کردم و نشستم زبان خوندم تا دیگه نزدیک یک ساعت اینا شد و وقتی زبانم خوندم تمام شد رفتم شاممو خوردم اومدم و دیگه نشستم سراغ ادیت ویدیو ها. تا اینجا که ویدیو هرچی گرفته بودم و ریختم تو کامپیوتر و نشستم پای ادیت زدم، اون کار اصلیشو انجام دادم، اون کاتایی که برام میخورد و ایناشو انجام دادم و یه ویدیو همینطور آماده کردم تا فردا صبح که از مدرسه میام بشینم سراغ ادامه ادیتمون. آره دیگه بعد از اینکه نشستم کلی ادیت زدم، کات و اینا انجام دادم، دیگه وقتای خواب شده بود و فردا صبحی بودم با هم میرفتم مدرسه. خب اینجا اومدم مدیتیشن انجام دادم و روتین شبم انجام دادم. این بود که اول اومدم مدیتیشن انجام دادم و اون رویا اون چیزی که دوست داشتم بهش برسم من تصور میکردم. بعد از اینکه اون کار انجام دادم اومدم شکرگزاری شبانه انجام دادم، از خدا تشکر کردم و دیگه گرفتم خوابیدم. شب بخیر. خب این از ولاگ امروزه و از سخت کوشی‌ها و تلاشایی که من انجام دادم امروزم این بودش و شوخی کردم. این بود از ولاگ امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگر ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، نظرتون حتما تو کامنت ها بهم بگید. ساب و فالو و اینا دیگه یادتون نره. اینستاگرام هم این بالا رو صفحه واسهتون میاد. اگه دوست داشتین یه سر به این حساب بزنید. تا ویدیو دیگه، بای بای.